به نام خدا. سلام. من یه مامان خونه‌دار هستم که یه پسر کوچولوی 3 ساله به اسم سجاد داره. شاید مثل خیلی از شماها توی خونه‌ام با کلی کار و شلوغی و بعضی وقتا خسته و بیکار. البته بیکار نه ها. اما تصمیم گرفتم از همین خونه با دل خوش ویدیو بسازم و باهاتون حرف بزنم. البته دوست داشتم یه جایی داشته باشم برای حرف زدن. دوست دارم حس خوب پخش کنم از زندگی ساده و واقعیم. از کارهای روزمره، خنده ها، شاید حتی بعضی وقتا خستگی و ناراحتی ها. همه ما دنبال یه لحظه آروم و شادیم، درسته؟ امیدوارم تو این کانال هم من هم شما حال خوب پیدا کنیم. البته اگه دوست داری با هم همراه باشی باید سابسکرایب کنی. کامنت برام بذار، من با جون و دل میخونم. به هم انرژی خوب بده، چون همون انرژی برمیگرده به خودت. از همین امروز با هم شروع میکنیم و تشکر میکنم. مرسی که اینجا با من همراهی. امیدوارم که راضی باشین.